چند تا شعر بلدی؟ مسئله بلد بودنش نیست، مسئله این که آدم بفهمه جهان بینی، بلده. جهان بینی رو باید بتونی احساس کنی، اون زاویه دید، نگریستن به جهان. ولی خود همین شعر معاصر ما که بهش میگن شعر نو یا شعر سفید فقط، خب شاید هم مخالف داشته باشه، شاید کسایی معتقد باشن خب اگه کسی شعر نو میگه باید به همون توان هم بتونه مثلا شعر کلاسیک بگه. دیگه برای هنرمند نمیشه تعیین تکلیف کرد. دوست دارم اینجوری. آیا واقعا آقای هوشنگ ابتهاج یا آقای استاد علی معلم دامغانی واقعا شاعرای نامآور نسل ما نیستن؟ چرا؟ خیلی دیگه. اصلا یه شاعری رو بهت معرفی کنم، خشتماله. تو نیشابور کارش خشتمالیه. خشت گل درست خشت میسازه، میپزه تو کوره. بهش میگن اسمش حیدر یغماست. حیدر یغما. یغما یه دیوان شعری هم داره. من دانشجو بودم یه نفر به معرفی کرد. اول جدی نگرفتم. چجوری میشه؟ نبره پیدا کنه. حتی پیدا کردم جلو دانشگاه. سال 65 اینا. خیلی جالبه. اون آخر دیوانش میگه گرت از یغما بپرسند بگو از مال جهان قالب خشتی و اشعاری و دیوانی داشت. همین چند وقت پیش هم من دیدمش تو فضای مجازی داشت حرف می‌زد. یه بنده دیگه یه نفر به فردوسی توهین کرده و یه چیزایی گفته بود، بعد اونم جواب خیلی عاقلانه و قشنگی. همه دوستای انگلیسی، اروپایی و دوستای به قول معروف خارجی من عاشق اشعار مولانا، رومی هستند، ولی من همیشه بهشون میگم ترجمه‌ای که شما میخونید به انگلیسی به هیچ عنوان حتی نزدیک به مفهوم واقعی مولانا نمیتونه باشه. دلیلش چیه فکر کنید؟ چون خب اونا بعد اول یاد بگن توی زبان فارسی فکر کنن. آفرین. تا بتونن بفهمن. آفرین. مگه ما نمیریم انگلیسی یاد بگیریم؟ مگه ما نمیریم تمام تاریخ هنر اونا رو زیرورو میکنیم؟ خب چرا ما باید این کار بکنیم؟ اونا با خودشون زحمت بدن بیان خود تاریخ ما رو بخونن، زبان ما رو یاد بگیرن تا بتونن با ما ارتباط عمیق بگیرن. همینجوری که نمیشه. یا دانشکده‌ها ما رو نگاه کنید شما، هنوز کتاب رنگ ایتن رو دارن و ما درس میدن. چه خبره؟ مال 1930 مکتب بزار فرانسه است. بعد یه دانشجوی رشته هنر، دانشکده هنر زیبا مجبوره بره بخونه از جوتو تا سزان و الی آخر تا کلاژ و پست کلاژ، هزار تا ماجرا. ولی اونا میان مثلا بفهم، مثلا این نقاشی که تو انگلیس داره زندگی میکنه میاد بفهم مثلا فرق بهزاد کمالدین بهزاد هراتی با کار سلطان محمد چیه، مثلا کجاست. یه شعری که خودت خیلی دوست داری رو برامون بگو. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. مال حافظ. حالا این شأن و مرتبتی که حافظ داره، یا مثلا یه جایی میگه چه نفس عمیقی کشید. واقعا هم واقعا نفس آدم گرفته میشه. عشق می‌ورزم امید که این فن شریف چون هنرهای دیگر موجب حرمان نشود. ناصح هم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق؟ گفتم ای خواجه عاقل هنری خوشتر از این؟ شما یه شعر بگو. من؟ شما یه دونه بگو تا من بکنم. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. وفا کنیم ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری است رنجیدن. چقدر قشنگی. خیلی دیگه اصلا رنجشی معنی نداره. من یه دونه دیگه یادم آمد. بگو. فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. عالی. من یه زرموری که داده کشم. من همینو بلد که جان دارد جان شیرین خود من فردوسی پدر سوخته.
این نکته برای من خیلی جالبه، ولی که مردم توی خیابون فال حافظ میگیرن. این توتی ها رو من هیچ وقت آره. یادم نمیره، بچه بودم آره. این توتی رنگی ها رو اینجوری می آوردن، یه باکس خدا. کوچیک بود توش اشعار رو نوشته بودن و این توتی یه دونه رو، خب همین که مردم توی روزانه‌شون یه دونه رو حالا به هر مفهومی در میارن و میخونن، این اتفاق باور کن هیچ وقت توی انگلیس بودم اصلا ندیدم که مردم یه همچین برخوردی داشته باشن با شعر خودشون که بردارن و بخونن جایی باشه. گفتم اون نسبتی که با زندگی داشته نسبت خیلی عمیقی بوده. مثلا اینکه دوستان ایتالیا تحصیل میکنن، میگم من رفته بودم اونجا فکر میکردم که همه 24 ساعت دانته گرفتن دارم مثلا دانته میخوام، اصلا خبر نیست. میگم گاهی از بعضی میپرسیدن دانته یعنی چه، کیه فلان، مثلا نمیدونستن کی هست. یه دوستی من داشتم تو یونان فلسفه تاریخ میخوند، گفت یک هم کلاسی داشتم خانم بود، من گفتم که این خیام شما چی، یه دونه از شعراشو برای من ترجمه. نمیشه ترجمه کردن. حالا بالاخره یه کاری برای من انجام. گفت حالا من نشستم تا اونجایی که امکان داشت یونانی بلد بودم و فارسی بلدم، این شعر چیز حافظ چیز خیام رو براش ترجمه کردم. آره. بعد گفت یکی دو روز نیومد دانشگاه. بعد یه روز اومدن من صدا کردن بردن تو دفتر دانشگاه، رئیس دانشگاه هم بود، یک زن و مرد مسنی هم نشسته بودن. بعد گفتم چیه؟ گفت رئیس دانشگاه گفتش که شما به دخترشون چی گفتی؟ 2 روزه تو خونه رفته تو اتاقش در و بسته رو خودش غذام نمیخوره. گفت بابا ماجرا این بوده، من شعر خیام رو براش ترجمه کردم. تازه ترجمه کردم. اگه تو زبان فارسی فکر میکرد دیگه چی؟ از خیام برامون یه جمله بگو. خیام میگه چون عاقبت کار جهان نیستی است، انگار که نیستی. پس هستی خوش باش. آره، برخلاف تصوری که میگم مثلا خیام یه آدم نیست انگاری بوده و نهیلیست، اصلا اینجوری نیست. خیام زندگی رو خیلی خوب فهمیده بوده. خیلی هم واقع‌گرا و واقع‌گرا بوده. آره. باور کن خود ما مستحجار وقتی که این دیوان اشعار خیام رو ترجمه کرده به کردی، آنچنان خیام رو کردی تو میفهمی، حس میکنی که خیام کردی نوشته. انقدر قوی و توانمندترین و قویترین شاعر از نظر شما کیه توی ادبیات ایران؟ تو ادبیات ایران میگیم مثلا برمیگرده به تجربیات شخصی خود آدم و دلبستگی که آدم پیدا میکنه. این تو عالم هنر دخترای عزیز من هیچ پس و پیشی وجود نداره. هیچ کس در مقام بالاتر و این پایین‌تر این ماجراها نیست، چون همه در راه بودن، همه داشتن سرسلوک می‌کردن، همه به این نتایجی رسیدن و بنابراین من تا اونجایی که امکان داره باید همه رو خوند و اصلا بزرگی از یک اندیشمندی چیزی یاد گرفت، مخصوصا شعر فارسی، شعر کرده. ملای جزیری توی ترکیه زندگی میکرده، تو مناطق کردنشین ترکیه. حافظ تو شیراز زندگی میکرده. 4 قرن با همدیگه فاصله تاریخی داشتند. ابتدای دیوان ملای جزیری با شعر حافظ شروع میشه. بعد میگه نوا یا مطرب و چنگ و فغان آوه هر چنگه ور ساقی حتا کنگ نشوین دل جوه جنگه حیاتا دل میا باقی بنوشین دا به مشتاقی الا یا ایها ساقی ادر کسن و ناول ها تزانی رود و اود اول چه داویدن سرود اول که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. اینو بهش میگن چی؟ همزبانی و همدلی. خیلی جالبه. چرا باید اینا آموزگاران بشریت باشن؟ به باور من جهانی مدار بسته‌ای نیست که ما درش گرفتار باشیم. این باز به مولانا اگه رجوع کنیم میگه تن را تو مشتی کاهتن در زیر او دریای جان گرچه ز بیرون ذره ای 100 آفتابی از درون.
همین برای عمری زندگی کردن کافی. در تمام لحظاتی که دچار امید و ناامیدی هستی و صده میشی و دچار یأس فلسفه میشی، اونا همه هستی شناسی داشتن، گرفتاری زندگی روزمره ما نبودن. درگیر زندگی انسان متفکر غم هستی شناسی داره. انسانی که گرفتار روزمرگی چیه؟ غم فردی داره. نمیگم نداشته باشیم، غم فردی هم خواهیم داشت، خواه ناخواه، ولی غم هستی شناسی خیلی بزرگتره. اونو داشته باشه دیگه همه چیز داره. چطور یه آدم 800 سال پیش تونسته اینقدر درست هستی شناسی کنه؟ برای اینکه تفکر پیچیده تر از امروز بوده. هر شما نگاه دیروز رفتم کتاب فروشی اون بزرگی رو دیدم اینجا. آره چقدر آدم احساس میکنه از دست هم دیگه نوشتن، همه کپی پیست کردن، فقط از اسم کتابا با هم دیگه فرق میکنه. داخلش هم شده. بعد دانشجوی ما تو ایران با اون های پشتوانه‌های غنی عمیق فکری، حکمی، فلسفی، عرفانی میرن اروپا تحصیل میکنن، تو کتابای اونجا که گیج میشن برمیگردن دیگه اصلا انگار شوک شدن، اصلا نمیدونن تا آخر هم نظام فکری هم حتی ندارن. تو ببند اپیزودو، تو تصمیم گیری. جمله آخر چی بود؟ که جوونا وقتی میان اروپا تحصیل میکنن منو گفت. آها. نظام فکریشو به هم میخوره، برمیگردن اصلا نظام فکری هم ندارن. خب راست دیگه. کاملا درسته. خیلی ممنونم که این قسمت هم با ما بودین. چنل ما رو سابسکرایب کنین و حتما به دوستانتون معرفی کنین و ما مرخص میشیم از خدمتتون. مرسی.